اگر میخواین زبان پشتو را از سطح مقدماتی و به صورت آکادمیک و آسان یاد بگیرین، پس این ویدیو مخصوص شماست. السلام علیکم، څنګه ګران زده کوونکو، زه ښه یم او هیلهمند یم چې تاسو هم ښه یاست. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږې پښتو ژبه درس ورکوم. تل یو بل سره په موسکا سره ووینئ، ځکه چې موسکا د مینې پیل دی. همیشه همدیگر را با لبخند ملاقات کنید، زیرا لبخند آغاز عشق است. و حالا با یک لبخند زیبا این ویدیو را لایک کنید، یک کامنت زیبا بگذارین و تا پایان ویدیو همراه ما باشین و از یادگیری یک زبان جدید لذت ببرید. او ملوست. درس هفتم، روغتیا، صحت، سلامتی، موخه، هدف. د متن سم لوستل، لیکل او د خپلې روغتیا په ساتنه پوهیدل. د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن او د خپلې روغتیا په ساتنه پوهیدل و شناختن چگونگی حفاظت کردن از سلامتی خود. خپلې روغتیا، سلامتی خود، ساتنه، محافظت کردن، حفاظت، پوهیدل، شناختن. پوښتنه، سوال: تاسو خپلې روغتیا ساتنې ته څه ډول پاملرنه کوئ؟ شما برای حفاظت از سلامتی خود چه کارهایی را انجام میدین؟ در بخش کامنت یا به زبان پشتو و یا دری بنویسین که شما چه کارهایی را انجام میدین برای حفظ سلامتی خود. اما بریم ببینیم که کتاب برای ما گفته که برای حفاظت از سلامتی خود چه کارهایی را باید انجام بدیم. روغتیا د خدای جل جلاله نعمت دی. صحت نعمت خدای متعال است. روغتیا، صحت، د خدای نعمت خدا. این عبارت یک مضاف الیه هست و همونطور که ما به زبان دری میگوییم نعمت خدا، در واقع نعمت خدا، در مابین نعمت و خدا واسطه میشه که این دو اسم را با هم یکی کنه، نسبت بده به یکی دیگر، مضاف و مضاف الیه شود. و در زبان پشتو ما بالعکس میگوییم که خدای نعمت. و چگونه این دو را به هم متصل میکنیم؟ با استفاده از دالی که در ابتدای دو اسم میآید. در واقع دال همان نقش را دارد در بخش مضاف الیه زبان دری. شاید دوستانی که دروس صنف 4 را تعقیب میکنن بگن که چرا همیشه تکرار میکنی؟ آنقدر تکرار میکنیم تا ملکه ذهنمان شود. یادتان باشه که مهارت همیشه با تکرار به دست میآید. آن کسی که مهارت بیشتری در یک کاری را داره نشان دهنده ای است که در او کار تکرار بیشتری داشته. موږ باید خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړو. ما باید به سلامتی خود توجه کنیم، دقت کنیم. موږ و یا موږ به معنای ما باید خپلې روغتیا، به سلامتی و صحت خود، خپلی به معنای خود، پاملرنه در درس گذشته خواندیم به معنای دقت و توجه میشه، وکړو بکنیم، پاملرنه وکړو، دقت کنیم. هر ورځ سپورت وکړو، هر روز سپورت کنیم، ورزش کنیم. هر ورځ، هر روز سپورت وکړو، سپورت کنیم و یا ورزش کنیم. غاښونه پر مسواک یا برس پریمنځو. دندانهای خود را با مسواک یا برس بشوییم. غاښونه و یا غاشونه به معنای دندانها، پر مسواک یا برس با مسواک و یا برس، پریمنځو بشوییم. در اینجا فعل پریمنځو با شناسه واو خلاص شده. چرا؟ به خاطر موگ. در واقع این فعل برمیگردد به فاعلی که در ابتدای جمله آمده. همونطور که ما به زبان دری میگوییم که ما نشستیم، ما میخوانیم، ما برویم، ایم آخر شناسه ای است که همراه با ما میآید. در واقع زبان پشتو هم این واوی که آخر فعل آمده
همان ایم به زبان دری است که همراه ما می آید و اینجا واو همراه با موگ می آید. این قاعده مربوط به ضمایر شخصی میشه که در قالب یک ویدیو به صورت بسیار کامل تدریس شده و همیشه برایتان تکرار کردیم و باز هم تکرار خواهیم کرد. خپل بدن او کالی پاک وساتو. بدن خود و کالای خود را پاک نگه بداریم. در اینجا هم وساتو همراه با واو آمده. خپل بدن خود او کالی لباس ها پاک وساتو پاک نگاه بداریم. ناپاک شیان و نخورو. چیزهای ناپاک را نخوریم. ناپاک شیان چیزهای ناپاک و نخورو نخوریم. میوه او سابه پاک پریمنزو. میوه و سبزیجات را پاک بشوریم. دقت کنید کل همین فعل ها همراه با شناسه واو خلاص شده، چرا که همه اینها مربوط به ما میشه. ما در ابتدای جمله آمده و تا آخر پاراگراف را همراه با ما ختم کرده. پا چتل او بوکی لوبی و نکرو. با آب چتل و ناپاک او بازی نکنیم. پا چتل او بوکی با آب ناپاک لوبی او بازی و نکرو نکنیم. که ناروغ شو باید دکتر ولار شو. اگر بیمار شدیم باید به دکتر برویم. ناروغ بیمار که به معنای اگر، ولار شو برویم. اگر تا این قسمت از ویدیو با من همراه بودین و هنوز لایک نکردین لطفاً این ویدیو را لایک کنین و اما میریم به سراغ لغات جدید این درس. روغتیا، روغتیا، سلامتی. ساتنه، ساتنه، نگهداری. غاخونه، غاخونه و یا غاشونه، دندانها. منزل، منزل، شستن. کالی، کالی، کالاها، لباسها. ساتل، ساتل، نگاه داشتن. ناروغ، ناروغ، بیمار. څو زده کوونکي دي په وار سره د تختې پر مخ لاندې نیمګړې جملې بشپړې کړي. از چند دانش آموز بخواهید که به نوبت جملات ناقص را بر روی تخته کامل کنند. موږ باید خپلې روغتیا ته وکړو. ناپاک شیان و نخورو. اما شما در بخش کامنت این دو جمله را برایم کامل کنین و برای راحتی شما دو کلمه را اینجا می نویسم و شما تشخیص بدین که کدام کلمه برای کدام جمله ناقص استفاده میشه و اگر باز هم نتونستین به جواب برسین یک بار دیگر درس را ببینین، حتما به جواب خواهید رسید. اما کورنۍ دنده، کار خانگی. زده کوونکي دي په خپلو کتابچو کې د روغتیا په اړه څو جمله ولیکي، بله ورځ دي په ټولګی کې نورو ته ولولي. از شاگردان بخواهید چند جمله را در مورد صحت در کتابچه خود بنویسند و روز بعد آنها را در کلاس بخوانند. کوشش کنین هر درس را یک بار حداقل بنویسین، چرا که هم نوشتارتان قوی میشه و هم جملات و کلمات جدید را راحت تر به حافظه بلند مدت خود میسپارین. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید که این ویدیو و این کورس برایتان مفید باشه. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ. زه ستاسو لپاره د خدای څخه روغتیا او خوشاله وختونه غواړم او تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان.